الله ولی الذین آمنوا. در دوستی خدا شک نکنید. اشکالی که پیش آمده از این دوستی بهره نمیبریم چون هنوز ما این دوست رو به عنوان دوست دلسوز نشناختیم و نپذیرفتیمش که نقش آفرین باشه تو زندگی ما. اون اندازه که خدا به ما بها داده بین سایر مخلوقات، حتی من و توی مسلمان به خدا بها ندادیم. جایگاه خداوند رو در زندگی خود و خانوادگی خود کمرنگ کردیم. برعکسش مسلمان ها امروز اون اندازه به ابلیس بها دادن بی حد و وصف تا مول اختیار زندگیشون شده. میگه برعکس میرقصه، میگه شراب بخور میخوره، میگه ظلم کن میکنه، میگه سیگار روشن کن میکنه، میگه دود مصرف کن میکنه، میگه حسود باش میشه، میگه بخیل باش میشه، میگه فتان باش میشه، میگه نمام باش میشه و در نظر بندگان خدا اخ و به کرده.